بچه ها اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. این ویدیو میخوایم اولین ترقه‌ای که من برای چهارشنبه سوری گرفتم، حالا اولی هم نیست، چند تا قبل گرفتم که اونا رو فیلم نگرفتم. اینا رو میخوام بهتون نشون بدم که امسال من میخوام چه ترقه‌ای رو بزنم. زیاد حرف نزنم، بریم برای ترقه. لطفا لایک و ساب و زنگوله و اون کامنت ها رو بزنم یادتون نره. اولین ترقه که من برای چیز گرفتم که همه جا پیدا میشه، سیگارت گرگه. 60 تا توش داره که اینجا نوشته. این حالا این قیمتاشو دیگه بهتون نمیگم دیگه، چون شاید مثلا کنجکاو بشید چقدر بشه. نه بعد وایسید و آخر ویدیو بهتون میگم. 6 تا سوتی گرفتیم که یکیش خراب شده، باز شده، میخوام درست کنم. بعد بمبک گرفتیم که هر سال من میگیرم. آنباکسش هم میذارم براتون، الان نشونتون بدم. به نظر من الان آنباکسش کنیم بهتره، چون بچه ها میخوام ببینن. واسه میذاره آخر سری آنباکس میکنم. یکی کپسول گاوی، اینو آنباکس کردیم. بزرگه، اندازه یک بند انگشت، اندازه انگشتشه. اندازه کف دست منه. خیلی بزرگه. بزرگه. قرمز سیاه هم هستش. خیلی خطرناکن. ما الان اینا رو بیرون میذاریم، درست علی؟ بله اینا رو بیرون میذاریم. خطرناک باشه. و آخرین ترقم یک چیزی که اسمشون اگر بدونید اسمش تیتانه. این تیتان رو هر سال بچهای محله ما میخرن. امسال گفتم من بخرم ببینم چجوریه. اولین سالی که من اونو خریدم که داخلش فکر کنم یک ببینم چند تا دارم نوشته، فکر کنم باشه زیرش، فکر کنم نوشته باشه. نه نوشته. ولش کنیم. بله شماره‌اش هم میشمارم. 15 تا 10 تا داخلش داره دیگه. این از این تیتاناش هم خیلی بزرگه. کپسولی یکم بزرگتره. یه دونه تیتان من پر کردم، نمیدونم کدوم. اینه. از اینه فکر کنم. آره همین خودشه. من الان نشون دادم. این تیتانا نگاه تا اینجا پر کردم. بارو تو کپسولی. نصفش از این پوت تیتانه، همون شیافی. نصف دیگه‌ش هم مال کپسولی گاویه. یکیشو خالی کردم، این نیست. یکیشو خالی کردم، اینو کدومه حال بعدم میفهمم کجا گذاشتم. اونو من انداختم داخل هم کپسولی. آره دیگه اونجا انداخته دیگه. آره اینا رو حالا بریم سراغ قیمت ها. بذار من بشینم یک دونه ازشون بیرون بذار. بریم سراغ آنباکس بمبک. من خیلی از بمبک خوشم میاد. بستش هم نایلونیه، هم داخل کارتون. اینا خوب در میاد. نه سیگاری و کپسولی اونا زود بستهاشون پاره میشه. بمبکاش هم از اون خوب است. ما اینا رو از 15 خرداد میخریم. 15 خرداد یا مولوی. چون شهرمون ما جدایه، چون دایم ما اونجاست، به دایم میگم بخره برامن. این از بمبکمون دو. این از سوتی و این از کپسول گاویه دیگه. آره درست، کپسول گاوی.
یه دونه چیزم هست، چون خودتون میدونید چجوریه، چون من الان باز کنم هم فرقی نداره، اما قرمز و چیزه اصلا فرق نمیکنه، تو ایران فرق همونه دیگه. من میخواستم، ما گفتیم دنبال کاپیتان بلک بگردیم ولی پیدا نشد. کلا دایی من خیلی کار داشت نتونست دیگه. گفت همینا رو تونستم واسهتون بگیرم. حالا این مشکلی هم نیست، خیلی خوبن. از هر کدوم 2 بسته یا 3 بسته یه بسته، مثلا کپسول گاوی 1 بسته گرفته. اینم خوبه باز. حالا کمی بریم نیست واسه قیمت. برای قیمت ها اینو دونه ای که نه، بسته اینا میشه 220 بین 220 و 230. اینا بمبک ها همین بسته شده 190 تومن. سوتی یه بسته 6 تایی. آره دیگه 6 تایی 50 تومن، 50 تومن فکر کنم. کپسولی گاوی بسته 250 تومن و سیگارت هم بسته 60 تومن. چون 15 خورده مثلا 2 تا از اینا، مثلا من گفتم به مرده 80 میداد. گفتم اگه 2 تا بردارم چقدر میگه؟ گفت اگه 2 تا برداری بعد 60 میدم. یه ذره لنجم کردیم و اینا رو ازش گرفتیم. اینا هم قیمت ها امسال هم خیلی گرم شده. ترقا همینا رو تونستیم پیدا کنیم و بهترین ترقا هم همین هست دیگه. سیگارت هم که دیگه، اما اول گفتم بازش کنم چیز باروتاش میریزه دیگه. همینا بود گرفتیم دیگه. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. لایک و فراموش نشه. بریم تا ویدیوی بعد. بدرود.